ما اینجا نوشابه همه چی داریم، آب معدنی داریم، نوشابه داریم. این الان تموم شده، الان ساعت 3-4 شب من موندم مغازه، بارم خالی شده وگرنه پره، همه کی پره هاچی خیلی لکیه. آره آب معدنی داریم، نوشابه داریم، نوشابه زرد داریم، استرایت داریم، لیموناد هم داریم. همه کی بعضی ما لیموناد هم می‌فروشیم. دوغ داریم، خشک و سوساواچ هستم بهت اینجوری دوغ رو بخوری دیگه. دوغش خیلی باحاله، اعتماد به نفس میاره، توش سنگ می‌ریزیم. آره اینجا خیلی باحال، این نور داره، این بغلش نگاه لاک تجربه کردم. برو عقب بدبخت کیو بهت کردی؟ دیدی خارکس. آره اینجا نور داره، هزینه اونم سیستممونه. اونو بگی این باندمه میکوه دوپس. اینجا همه چی بره، اود روشنه. بیا اینجا الان ساعت 3-4 شبه دیگه. من موندم مغازه خاطر ماسه کنیم، 2 تا آبجوی بخوریم فلان. زمان شاه ما آبجو میخریدیم قوطی 20,000. دیدی اینجوری میگن؟ ولی واقعا خیلی ستمه. دولت مسئولین باید اینو پیگیری کنیم. ما قوطی نمیتونیم بخوریم، ما هیچ مشکلی نداریم، ما فقط همه چی اوکیه. قوطی بگید دیگه. این چی میگم؟ بیا این سویچ موتورمه، این سویچ موتورمه، میدونیش صرافه است. رگنگاه رو بگیر، ساعد رو بگیر، خوب بگیر. بیا اینا اسمش سینگله بچه ها، ما به اینا میگیم سینگل رو میندازی زیر پیتزا رو میندازی روش پیتزا شیکه نام. این هم ماله اونه، سینگل ماله اونه. این هم دستگاه. این دستگاه خیلی قدیمیه. این دستگاه یکی از برو عقب زمان هیتلر فکر کنم این بود. با این دستگاه رضا شاه اون موقع همه میپختن میخوردن، ما اون دستگاه رو خریدیم. آره مال اون موقع است. بیا این خمیر اینه ببین، به این میگن دستگاه خمیرگیر. آردی ماردیه، باحاله، خیلی باحاله. اینجا خیلی باحاله داشت، اصلا عجیب غریبه. کسموسایی هستم منم عجیب غریب. بیا این گلمه. بیا دور بیا. این گلمو بگی. این گل منه. این گلون نداشت. تو ظرف کرم آقای امیدوار. آره تو ظرف کرم من خاکش کردم. برو عقب. خیلیش باحاله. یه اینجوری هم بگی من با گل. باحاله. این تلفن زمان شاهونه. با این تلفن رضا شاه و فرح حرفای سکسی میزدن، جون بخورم اینا دیگه. با هم دیگه چیز میکردن، لاس میزدن تو خونه. تلفنو بگی. این تلفن زنگ میخوره ولی نمیتونی حرف بزنی، فقط زنگ میخوره. اینش خراب شده، اینش خرابه، فقط زنگ میخوره. خیلی باحاله. بیا این سینی مونه. این سینی و دیگه مایه و چیزا اینا هم قراره بشورم. ببین پیتزا تک خیلی باحاله. اینجا همش کسموسا میام میچستم بهتون یه وضعی. بیاید اینجا پیتزا بخورید. تو نمیگی خیلی باحاله. بیا اینم جارو و شارژر و اینجا این جارو منه. این جارو مال منه. جاروی خودمه. خیلی باحاله. من با این صبح اینجوری جارو میزنم بازار. این تیشرت هم تازه خریدم. اینم خیلی باحاله. این تیشرت رو بگیر. آقا این باحال تیشرته. لطفاً کامنت بذارید واسم. اینجوری میگن. بیا این فرمونه. فر قشنگ بگیر. آقای میبریم مال زمان چیز نبود؟ حقامنشی دهن 70 این فر خیلی قیمتیه، خیلی بزرگه. این فر اتاق جدید پانوراماست، پرومکسه. خیلی باحاله. پیتزا رو میندازیم توش، اونور پیتزای پخته شده میشه. بیا جلوش هم بگیر. این فرمونه. این فر یکی از همون فریه که داخل بهتون توضیح دادم. خب برو عقب.
این تاپ این بیا جونه مادر این رضا خیلی بچه باحالیه با عشق و باحال اصلا یه جا نمیشونه عمو شهاب رضا کوچولی بود بهترین عمو شهاب دنیا سوپرگوش عمو مسعود خدا بیامرز داشتم یکی از بهترین جیگرک‌زنی‌ها این دنیا رو دستش نیست یادگاری شده اینا حال میده بیا اینجا این میزه اینجا فضای بیرون مشتری ها میان اینجا میتونید استراحت کنید اشغال کنید پیتزا تک خیلی باحاله صد آشغاله مونه صد آشغاله بگی یه دونه دیگه اونجا هم صد آشغال داریم ما هیچ وقت کم نمیاریم اینجا چون مشتری زیاده همش میان پیتزا میخوام کسوسا میشستم بهم ضربان قلبم میره بالا استرس میگیرم رنگ رو میپره اینجا چون مشتری زیاده همش میان پیتزا میخوام کسوسا میشستم بهم ضربان قلبم میره بالا استرس میگیرم رنگ رو میپره چی تو مایا بیا این من بیا اینم موتورمه این اسمش هاشمه بیا برچسب باشم نشون بده بیا هاشم آره بابا من تو پیجم گذاشتم هاشم آره این استیکراشه اینم پیتزا تکو قشنگ بگی اون نئونه بیفته به به خیلی باحاله یا یخزال هم بیفته اونجا خوراک اونجا سکو پرتابه اینجا این همون سینگل هاییه که بهتون میگفتم بچه ها این مشمعه گازمونه پرا خاموش کردم گازو نمیری این تاپینگه به این میگن تاپینگ یکی از مشتری اومد مشتری بیا بگی بعد مشتری میاد این الان مشتریه مشتری جانم داره پیتزا ندارم یکی شبه نمیذارم باز برم ببین دست بزن دماش خیلی مشتری میاد دیگه ما پیتزا نداریم پیتزا تموم شده اینجا دو مشتری میاد پیتزا رو میدوستن چون همه که عجیب قریب شد سوس میخوان ازم اینجا مشتری میاد پیتزا میخواد سس میخواد منم اصابم کلیدی نگذاری چی دارم میزنم اصابیم اصابم پاتیده میگه سس بده عصبی میکنن اینجا همش اینا درمون این تابلوی منه قبلا من بوتیک داشتم موفق اومدم توش بگاه رفتم مثلا اینجوری ترکیدم همه چیو به پول مول بگاه دادم گسخل من سال 90 480 اینجوری میگه پول بگاه اینم مال بوتیکم بود اینم چیز دیگه کسکی نه میگیرم بلاک میگیرم گسخل کانت پیتزا تک در ایام مبارک رمضان به صورت بیرون بریم ما آره دیگه تو این کشوریم میاد یه کاری از تیشرتی باحالی بله اینجا خیلی باحاله اینجا هیلر بوده خیلی باحاله بیاید دیگه پیتزا تک زیاد بیاید اینجا پیتزا میندازم واسه تون میخورید حال میده خیلی باحاله ببین اینجا رو اینجا من فضای دنج واسه شما فراهم کردم مشتریای عزیز اینجا باید بیای داداش اینجا یا باید بیای اینجا فقط برق میره بیا دی پیتزا اونم خوشمزه است قیمت ها پایین قیمت کیری ترین قیمت که بتونی پیدا کنی بیا این قیمت بود ناموسن قیمت رو نگاه دوربین قیمت رو 78,000 من پیتزا میدم تو الان بیرون بری نوشابه بخوری با تیتاب 150,000 باید کارت بکشی ولی اینجا من تک نفره میدم 78,000 خیلی خوشمزه است بیایید